با درخواست مقامات شهر بیشکک در دوبای امارات متحده عربی داماد اسکر آقایف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان را بازداشت کردند. سخنگوی وزارت داخلی قرقیزستان روز 23 مارس به رادیو آزادی گفت که حالا مسئله استرداد عادل تویغونبایف به بیشکک بررسی می شود. تویغونبایف 50 ساله شهروندی قزاقستان را دارد و شوهر برمت آقایف دپوتات سابق پارلمان قرقیزستان است. تویغونبایف را در قرقیزستان برای فرار از پرداخت مالیات و تقلب در پیگرد قانونی قرار دادند. سال 2013 او را در قزاقستان از روی فهرست اینترپول بازداشت کردند، ولی از تسلیمش با سبب شهروند قزاقستان بودنش خودداری کردند. اسکر آقایف 71 ساله دانشمندی که بعداً به سیاست را آورد، بعد از قدرت برکنار شدنش در سال 2005 در نتیجه آشوب‌های مردمی در مسکو پناه یافت. خود او را هم در قرقیزستان و فساد متهم می‌کنند. درباره قضیه بازداشت داماد آقایف صحبت داریم با همکارم ایدنبک احمدالله، شارح بخش قرقیزی رادیو آزادی. به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً میگفتید که بازداشت دامادی اسکر آقایف در دوبای برای حکومت قرقیزستان چی اهمیت دارد؟ بازداشت عادل تویغونبایف از نظر سیاسی چندان مهم نیست، ولی همین گونه درخواست بود و او را دستگیر کردند. من فکر نمی کنم که تویغونبایف را به قرقیزستان استرداد کنند، چون که سال 2014 او را در فرودگاه شریمتیوی شهر مسکو با درخواست قرقیزستان دستگیر کرده بودند، ولی بعد 2 روز آزاد شد و به اروپا رفت. عین چنین حادثه ماه فوریه سال 2014 و حالا در ماه مارس امسال هم رخ داد. مسئله استرداد مکسیم باقیف از بریتانیا به قرقیزستان هم همچنان معلق است و را تا کنون به قرقیزستان استرداد نکردند. درست است؟ بازداشت و استرداد کردن مکسیم باقیف برای حکومت قرقیزستان بسیار مهم است. او عین زمان در بریتانیا در شهر لندن زندگی می کند. حکومت قرقیزستان بارها از بریتانیا خواسته است که مکسیم باقیف را به قرقیزستان بسپارند، ولی حکومت آن کشور طلب بیشکک را رد کرده است. بریتانیا باور ندارد که مکسیم باقیف را در قرقیزستان عادلانه و بی‌غرضانه محاکمه میکنند. آنها به مقامات دادگاهی ما باور ندارند و برای همین مکسیم باقیف را به قرقیزستان تسلیم نمیکنند، ولی حکومت ما بسیار میخواهد که او را آورده محاکمه نماید. مکسیم باقیف با جنایت‌های زیادی از جمله فسادکاری متهم می‌شود، ولی با وجود درخواست‌های با تکرار او را به قرقیزستان ندادند، چون که بریتانیا به عدالت دادگاهی در قرقیزستان باور ندارد. درباره جزئیات اتهامات عادل تویغونبایف صحبت می‌کردید و می‌توانیم بگوییم که او را هم به قرقیزستان استرداد نمی‌کنند. من نمیدانم عادل تویغونبایف را چگونه از دوبای استرداد میکنند، چون او شهروند قزاقستان است و بر اساس قانون اساسی مقامات حق ندارند شهروند قزاقستان را به کشوری دیگر برای محاکمه استرداد نمایند. با احتمال غالب عادل تویغونبایف برای حمایت از حقوقش به حکومت قزاقستان مراجعت میکند. وقتی او را سال 2014 دستگیر کردند، او با اکرام‌الدین ایتقولوف، یک وکیل دفاعی شناخته در قرقیزستان مراجعت کرد و این وکیل حقوق تویغونبایف را حمایت کرد و گفت هیچ دلیل برای سپردن او به قرقیزستان موجود نیست. درباره اتهامات بر ضد عادل تویغونبایف همین را میتوانم بگویم که او تا سال 2005 شوهر برمت آقایف و دختر کلانی رئیس جمهوری پیشین اسکر آقایف بود و تمام ساحه‌های سردرآمد کشور را زیر دست داشت. ساحه استحصال و فروش شراب، رکلام در تلویزیون ها و رسانه های بزرگ از جمله روزنامه سرخریدار شام بیشکک به او تعلق داشت. پولی زیاد به دست می آورد و مالیات هم نمی سپرد و غالبا او را به همین جنایت ها متهم می کنند. در گذشته رئیس جمهوران پیشین قرقیزستان را به آن متهم می‌کردند که به خویشاوندانشان به اطرافیان نزدیکشان وظیفه میداد. آیا رهبر کنونی قرقیزستان از این عبرت گرفته است و یا عینی وضع مشاهده می شود؟
В данное время у нынешнего президента Алмаза Атамбаева сыновья или кто-то еще вот в высоких должностях. حالا از خویشاوندان و یا فرزندان رئیس جمهور الماسبک اتمبایف کسی در وظیفه‌های بلند و یا ساحه‌های سردرآمد کار نمی‌کنند. فقط همین معلوم است که فرزندان او در شرکت قرغیز افتمش کار می‌کنند که به خرید و فروش نیروی برق مشغول است. رئیس جمهوری حاضره را با آن متهم نمی کنند که نزدیکانش را در مقامهای بلند تعیین می کند، بلکه می گویند او آدمانی را به کار می گیرد که متخصص و کاردان نیستند. بگیریم راننده سابق اتمبایف حالا مشاوری رئیس جمهور است و چند پیش یکی از محافظان او رئیس آژانس مبارزه با فساد تعیین شد و این گونه مثال ها در قرقیزستان زیادند. Картина не такая, но другим ракурсом, другим сторонам вот такой у нас картина повторяется. تشکر. همکارم از بخش قرقیزی رادیو آزادی ایدنبک احمدولو با ما صحبت میکرد. تشکر زیاد. Спасибо.